تا دعوت تیرماهی جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در همه کمیسریات‌های شهر و نواحی ولایتی سوخت و جماعت‌ها باید واخوری و صحبت با دعوت شوندگان گذرانیده شود. اینچنین رویخطی انیق دعوت شوندگان دوامی 4 ماه پورا به شخصانی مسئول پیشنهاد کرده شود. این نقطه را معاون اول وزیر مدافع سردار استادی گنرالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان امامعلی صابرزاده هنگام برگزاری جمع آمدی تعلیمی متدی در یکی از قسم‌های حربی ناحیه باباجان غفوروف تاکید کرد. جمع آمدی مذکور با اشتراک رئیسان، سرداران میزی به قیدگیری حربی و مسئولان جماعت‌های شهر و نواحی ولایتی سوخت برگزار گردید. شما می‌بینید که صحبت‌ها دشوار شده. چقدر ایرادها از جانب خیلی مردم وابسته به همه ابلاغ و احاطه‌گیری برام خواهش میکنم وقت هست 2 ماه دیگر در 2 ماه ما باید با صفت جوانای سالم و آبوتاب یافته را به خدمت دعوت کنیم. امامعلی صابرزاده تاکید کرد که باید در دعوت تیرماهی جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تمام امکانیت‌ها استفاده برده شود. همچنین وی به مسئولان سپارش داد که با جوانان سنی دعوتی که بیرون از کشور یعنی در خارج قرار دارند کاربری را جان‌ناک نموده بیشتر آنها را نیز به خدمت سفربر کنند. و جز این به دعوت تیرماهی دانشجویانی که دانشگاه را ختم کردند و با سبب سپاریدن امتحان دولتی و گرفتن دیپلم به دعوت بهاری جلب نشدند به خدمت سفربر کرده شوند. تنها اینجا وظیفه شما با کمیسریات جوانایی که خواهش دارن باید جلب کنید. این باز یک راهی هوسمندگردانی جوانان و اجرایش نقشه دعوت میشه. همینطور هست نفرایی که امروز در خارج کشور هستند. این معنی اون ندارد که حتی در خارج کشور باشد ما باید دعوت نکنیم. معلوم خاطر در اینجا مسئولینی که بواسطه در دعوت سر کار دارند باید همه چهارها را پیش بینی کنند که شهروند از فدراسیون است یا که در کجای باشد دعوت کنند به خدمت سفربر کنند. در جمع آمدی تعلیمی متدی به اشتراکچیان اساساً ترتیب سفربرکنی جوانان به خدمت، آمادگی به دعوت تیرماهی، عهدهداری و مدافع حدودی فهمانیده داده شد. تاکید گردید که تشکیل و برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها با رئیسان جماعت و سرداران میزی به قیدگیری پیش از دعوت تیرماهی موافق مقصد بوده. این امکان می‌دهد که نقشه دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان پررو و به یگان کمبودی اجرا کرده شود. اساساً آموزش کرده شدیم که اون شخصانی که دانشکده ختم کردن اونهایی که دیپلم گرفتن اساساً همین کاتگوری که ختم کردن آموزش گذرانده به دسته نامنویس کرده شدیم. بعد از شهروندانی که پدر مادرشون که فرزندشون در فدراسیون روسیه قرار دارند 2 و زیاده دعوت شونده دارند و کمیسریات حربی دعوت کرده به جماعت ها دعوت کرده آنها صحبت انفرادی گذرانده از فدراسیون روسیه برگرداندن همین گونه دعوت شونده چاره‌بینی کرده ایستاده است. رئیسان جماعت‌های شهر و نواحی ولایت هم جهت اشتراکشان در جمع آمد اظهار قناعتمندی کردند، زیرا آنها برای اجرای وظیفه‌های خود از مسئولین باز هم سپارش و مصلحت‌های مفید گرفتند. از جمع آمد امروزه ما اهل اشتراکچیان در سمت فعالیت آینده خود عاید حفظ مرز و بوم و مدافع کشور دانش‌های خود را مستحکم و وسیع نمودیم. زیرا حمایه مرز و بوم وظیفه و قرض شهروندی هر یکی ما و شما همدیاران ارجمند است. تنها یک مادر، یک کشور، یک زبان و یک تاجیکستان داریم. جمع آمدی تعلیمی متدی با اشتراک رئیسان، سرداران میزی به قیدگیری حربی و مسئولان جماعت‌های شهر و نواحی ولایتی سوخت در اساس نقشه چاره‌بینی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. هدف آن پیش از همه در سطح بلند سفربر نمودن جوانان سنی دعوتی به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان و تأمین نقشه دعوت به خدمت حربی بود.
гузориши Фарзона Шамсӣ ва Саид Мухтори Саид Анвар барои барномаи Тиловати Хабар.